سال 1942 توی جنگ جهانی هیتلر یه برگ برنده علیه دشمناش رو کرد که بزرگترین کابوس شوروی و بریتانیا بود. یه ابرسلاح 1400 تنی که میتونست خمپاره های 7 تنی رو با نهایت دقت تا 37 کیلومتر شلیک کنه. اما روحش هم خبر نداشت که یه جاسوس ساده چه خوابی برای این هیولا دیده. من محمدم و اینجا فکت آباده. سال 1936 یکی از نابغه های اسلحه سازی آلمان یه طرح خیلی عجیب و بزرگ رو به شورای نظامی آلمان پیشنهاد میده. اون زمان به خاطر هزینه های مالی زیادی که داره با این طرح موافقت نمیشه، اما این نابغه سریع پیش هیتلر میره و طرح خودشو براش توضیح میده. هیتلر هم که یه روحیه جنگنده و جاه طلبانه داشت از طرح اون حمایت میکنه. در نهایت بعد از 2 سال دستور نهایی برای ساخت هیولای ماشینی آلمانی صادر میشه. تمام اسرار این پروژه به صورت محرمانه باقی میمونه و هیچ کدوم از فرمانده های نظامی ارتش ازش اطلاعی نداشتن تا بالاخره هیتلر اونو موقع حمله به مناطق شرقی اروپا و شوروی رو کرد. نیروهای ارتش نازی حین پیشرویشون به محکمترین دژ جهان سواستوپول که تحت کنترل نیروهای شوروی بود رسیدن. بعد از محاصره کردن این دژ با هیچ استراتژی جنگی نتونستن به قلعه نفوذ کنن. اینجا بود که غول 1400 تنی آلمانی وارد میدون میشه و با خمپاره های 7 تنی خودش قلعه افسانه‌ای سواستوپول رو با خاک یکسان میکنه. خبر این ابرتوپ آلمانی خیلی سریع به کشورهای دیگه از جمله بریتانیا، شوروی و آمریکا میرسه و به کابوس اونا تبدیل میشه، چون با این هیولا عملاً کاری از دست اونا بر نمی اومد. اگه اوضاع جنگ همینطور پیش میرفت آلمان ها قطعاً پیروز میدان بودن. ممنونم که تا اینجا با ویدیو همراه بودین و با لایک و سابسکرایب از تیم ما حمایت میکنین. اوضاع وقتی برای دشمنای آلمان بدتر شد که بعد از بمباران این غول 1400 تنی فهمیدن که از زیر اون همه انفجار جون سالم به در برده و حتی یه خراش هم بر نداشته. انگاری واقعا طراح این هیولا معجزه کرده. در نهایت یه جلسه اضطراری بین فرمانده های نظامی شوروی و بریتانیا توی لندن برگزار میشه. بعد از کلی بحث و همفکری نتیجه این شد یه جاسوس به قلب آلمان یعنی برلین بفرستن. برنامه اصلی این بود که جاسوس به عنوان یه طراح اسلحه به مرکز اسلحه سازی آلمان نفوذ کنه و اطلاعات سری بر توپ آلمانی یا همون هیولا رو پیدا کنه. طبیعتاً کسی که برای این کار انتخاب میشد باید یه طراح اسلحه خیلی ماهر باشه تا آلمانی‌ها اصلاً به اون شک نکنن و اونو استخدام کنن تا بتونه به اطلاعاتی که میخواد برسه. اما یه مشکل این وسط است، اونم اینه که مأمورای امنیتی برای کارایی مثل جاسوسی آموزش دیدن و از یه کار تخصصی مثل اسلحه سازی هیچ سررشته‌ای ندارن. برای همین اونا نمیتونن برای این مأموریت اعزام بشن. آخرش قرار میشه که یکی از بهترین طراحای اسلحه شوروی آندر زایتسف بعد از یه دوره آموزش فشرده جاسوسی به عنوان شهروند آلمانی به برلین بره و کارشو اونجا شروع کنه. شانس بزرگی که آوردن این بود که مادر زایتسف آلمانی بود و به پسر نابغه‌اش زبان آلمانی رو خیلی خوب یاد داده بود. پدر و مادر زایتسف هر دو معلم شیمی بودن. زایتسف در نهایت با کمک نفوذیایی که بریتانیا توی برلین داشت موفق شد که به مرکز طراحی اسلحه وارد شه و بعد از اینکه کار خودش رو شروع کرد مقامات ارشد آلمانی به استعداد بالای اون پی بردن و بهش ترفیع درجه دادن. زایتسف به حدی نقشش رو برای آلمانیا خوب بازی میکرد که تونست 3 بار خصوصی به ملاقات هیتلر بره و براش از برنامه ها و طرحاش بگه. زایتسف تونسته بود خودش رو تو دل مقامات بلندپایه آلمانی از جمله هیتلر جا کنه.
بعد از بیشتر شدن رفت آمداش با مقامات سیاسی و نظامی آلمانی تونست ریاست بخش تحقیقات و توسعه اسلحه های ارتش آلمان برسه. پیشرفت زایتسف توی آلمان به حدی بود که حتی فرمانده بریتانیای این عملیات بارها توی خاطراتش گفته که ما اونقدر از عملکرد زایتسف شگفت زده شده بودیم که گاهی خودمون یادمون میرفت اون جاسوس ماست. پیشبینی شوروی و بریتانیا این بود که زایتسف نهایتاً بتونه یک کارمند ساده توی مرکز پژوهش‌های اسلحه بشه. زایتسف حالا هم به اطلاعات ابرتوب دسترسی داشت و هم در مورد برنامه‌های آینده آلمانی‌ها چیزای زیادی میدونست. دقیقاً همینجا که روس‌ها و بریتانیایی‌ها خیالشون بابت زایتسف و مأموریتش راحت شده بود، اون بهشون یه خبر شوکه کننده میده. خبر اینه که زایتسف هر چقدر این هیولای 1400 تنی رو زیر و رو میکنه هیچ نقطه ضعفی توش نمیبینه که بتونه برای همیشه زمین گیرش کنه. تقصیر اونم نبود، چون ضخامت اجزای ابرتوب حداقل 30 سانتی متر فولاد تقویت شده بود. تازه اگه هر نقطه‌ای هم خراب میشد مهندسای آلمانی سریع تعمیرش میکردن. زایتسف حتی اطلاعات اونو با 1000 بدبختی و از طریق رابطه به دست افسرای روس و بریتانیا رسوند تا اونا با مهندساشون روی پیدا کردن نقطه ضعف هیولا کار کنن، اما اونا هم به نتیجه نرسیدن. دیگه همه از این مأموریت ناامید شده بودن که زایتسف یه چیزی از خاطرات بچگیش یادش میاد که به کلی ورق و به نفع خودشون برمیگردونن. یادتونه که شغل والدین زایتسف چی بود؟ اونا معلم شیمی بودن و طبیعتاً زایتسف هم با علم شیمی آشنایی خوبی داشت. زایتسف یادش اومد که پدر و مادرش روی یه ماده کار میکردن که میتونست فولاد رو به راحتی ذوب کنه. بعد از اینکه فکرشو با فرمانده عملیات در میون گذاشت، اونا قبول کردن که این کار انجام بشه. اما این کار دیگه در توان زایتسف نبود و به یک کماندوی حرفه‌ای نیاز داشتن. اینجا بود که تکاور ارشد بریتانیایی جک هیوز شبانه به اون پایگاه نفوذ میکنه و با مقدار کمی از اون ماده چند متر فولاد تقویت شده رو ذوب کرد. جالب اینجاست که این کار هیچ سر و صدایی نداشت و جک به لطف این ماده شیمیایی اسرارآمیز که زایتسف معرفی کرده بود این مأموریت غیر ممکن رو به آخر میرسونه. حالا بدون شک وقتی که همه بفهمن چه اتفاقی برای هیولا افتاده جون زایتسف به خطر میفته و دیر یا زود بهش شک میکنن. از طرفی اون به شدت محافظت میشه و نمیتونه خودش به تنهایی فرار کنه. برای همین فرماندهی عملیات به اون دستور میده که همون شب خودشو به مریضی بزنه و به یه بیمارستان خاص بره. بعد وارد دستشویی بشه و اونجا به کمک جک هیوز با هم از آلمان فرار کنن. از شانس خوب اونا کارا طبق برنامه پیش میره و جک و زایتسف به سلامت از برلین فرار میکنن و خودشونو به لندن میرسونن. اینطوری شد که یه بچه درسخون ساده بزرگترین مأموریت جاسوسی رو با موفقیت به پایان رسوند. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً با لایک و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنین. راستی هر چیزی رو که دوست دارین در موردش براتون ویدیو بسازیم رو توی کامنت ها بهمون بگین. من محمدم و اینجا فکت آباده. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.